شروع کنیم. احتمالا براتون پیش اومده موقعی که داشتین دوز بازی میکردین دوراهه شدین. اتفاقی که برای انسان امروز داره میفته. خودمون داریم خودمونو دوراهه میکنیم. سلام ارادت. خیلی مخلصم. من امیرعلی بحرینی هستم. به چنل ما خیلی خوش اومدین. ممنونم که با ما همراهین. البته یه سلام ویژه هم بکنم به رفقایی که اپیزود قبلی ما رو دیدن و میدونن که این چراغ الان باید روشن می بود، ولی خب از اونجایی که ما دفعه پیش خیلی فکتای سنگینی رو مطرح کردیم بیچاره سوخت و خب الان دیگه ما روحش رو نداریم، فقط جسمش با ماست. و البته مهمون ویژه‌ای هم داریم. خرفه بونسای به ما اضافه شده که البته فقط هم واسه زیبایی اینجا نیست. امروز میخوایم در مورد اون دوراهه شدن صحبت کنیم. این که گفتیم دوراهه شدیم منظورمون چیه؟ چاقی یه چیزیه که الان واسه ماها خیلی اهمیت پیدا کرده. بعضی وقتا که در کمدمون رو باز میکنیم و میبینیم لباسامون تنگ شده و دیگه اندازمون نیست، اذیتمون میکنه، ناراحت میشیم. حالا این چاقیه از کجا، معیارش چیه؟ از کجا میفهمیم چاق شدیم؟ خب یه سری معیارایی وجود داره که یکی از معروف تریناش BMI. BMI رو خیلی اسمشو شنیدین، یعنی شاخص توده بدنی. چه شکلی به دست میاد؟ وزن هر انسانی، وزن هر آدمی رو به کیلوگرم تقسیم بر قدش به متر، عذرخواهی میکنم، تقسیم بر مجذور قدش به متر که بکنی یه عددی به دست میاد که به اون میگن BMI. حالا طبق آمار WHO یا همون سازمان بهداشت جهانی، کسایی که این BMI شون بین 25 تا 30 اضافه وزن دارن، کسایی که بین 30 تا 40 چاقن و کسایی که این عدد بالا، برای اونا این عدد بالاتر از 40 یه خورده خطرناکه و اوضاع خرابه. خب حالا که فهمیدیم این معیاره چیه، این شاخص چاقیه چیه، بریم یه سری آمار و فکت خطرناک از WHO رو با هم بشنویم. گفته که شیوع چاقی در جهان از سال 1975 تا 2016 به طور متوسط 3 برابر شده. یا مثلا گفته که به جرئت میتونیم بگیم توی تمام نقاط جهان به جز جنوب صحرای آفریقا تعداد افرادی که اضافه وزن دارن از افراد سالم بیشتره. آمارا داره بد میشه. گفته که 350 میلیون کودک و نوجوان 5 تا 19 ساله در سال 2016 دارای اضافه وزن و چاقی بودن. 350 میلیون کودک. و بعدیش هم باز چجوری دارم بخونه اینو. در سال 2019 حدود 38 میلیون خردسال زیر 5 سال دارای اضافه وزن بودن. خیلی عجیبه، خیلی خطرناکه. بسیاری از مریضی‌ها مثل دیابت، سکته قلبی، مشکلات عضلانی، اسکلتی، سرطان، خیلیاش به خاطر چاقی به وجود میاد. خیلی خطرناکه. حالا که خردسالا و نوجوانا از این سن با اضافه وزن درگیرن و دست پنجه نرم میکنن، وای به حال جوونیشون و آیندهشون. حالا قضیه از این قراره که بسیاری از شرکت‌ها و فعالان غذایی پشت این ماجران، پشت پردش اینان، مافیاشن. یعنی اینا تولید میکنن و تبلیغ میکنن، ما پول میدیم و میخوریم. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. شاید باورتون نشه ولی بیشتر از 60% غذایی که تو دنیا مصرف میشه فست فوده. فرانچایز هلپ تو سال 2019، دقیقش رو بهتون بگم، در 16 جولای 2019 میگه که صنعت فست فود در سطح جهان حدود 570 میلیارد دلار ارزش داره. پس یادداشت میکنیم
بسیاری از انسان‌ها به صنعت غذا پول میدن تا چاق بشن. بریم سراغ بخش دوم و اونم لاغریه. خب ما میخوریم چاق میشیم، تصمیم میگیریم لاغر کنیم. از دست صنعت غذا ناراحت میشیم، میریم تو بغل صنعت لاغری. خب واسه لاغر کردن چند تا راه وجود داره. یکی این که ورزش کنیم، خیلی عالیه. یکی این که یه سری غذاها رو کمتر بخوریم، یه سری غذاها رو تا یه مدتی نخوریم. تا اینجاش مشکلی نیست. اما اونجاییش که میشیم مشتری صنعت لاغری، اینجاش بده. یعنی یا میریم سراغ دکتر تغذیه که بهمون برنامه غذایی بده، یا از قرصای لاغری استفاده میکنیم و یا نهایتاً به جراحی رو میاریم. حالا بریم سراغ این که این صنعت لاغری چه بلاهایی رو سرمون میاره. متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یه سخنرانی راجع به همین قضیه داشته که مجله ایرنا در تاریخ 3 تیر 1400 منتشرش کرده که من خلاصش رو براتون میخونم. گفته که رژیم‌های لاغری کوتاه مدت و سفت و سخت باعث میشن که بافت‌های چربی ذخیره شده در بدن پخش بشن. این شوکی که به بدن وارد میشه منجر به این میشه که فرصت کافی برای دفع سموم و بازسازی رو نداشته باشه و این سیستم متابولیسم بدن رو به هم میریزه و این رو در معرض خطر قرار میده. البته که با توجه به پیشرفت سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی امیدواریم که این جور روش‌های تهاجمی رو کسی سراغش نره. ولی خب این دلیل نمیشه که قرصای لاغری از رونق برن. نه، خیلی هاشون هستن که اشتها رو کم میکنن، یعنی هورمونا رو دستکاری میکنن و به مغز پیام سیری کاذب ارسال میشه، یعنی سیگنال های عصبی دستکاری میشه و این پیام سیری کاذب باعث این میشه که این فرایند مختل بشه و نهایتاً شاید زمان که بگذره باعث بیماری هم بشه. یه سری از این داروها مسدود کننده های چربی به همراه دارن، یعنی یه ماده به اسم چیتوسان دارن که چربی بهش میچسبه و جذب بدن نمیشه. علاوه بر این مانع جذب مواد مغذی هم میشن. خب از طرفی وقتی چربی جذب نشه اینا داخل بدن میمونن و مشکلات گوارشی رو به همراه دارن. یه سری داروهای دیگه هستن که متابولیسم یا همون سوخت و ساز بدن رو بالا میبرن و بدن بعد از یه مدتی به این ساختار عادت میکنه. این عادت کردن باعث میشه که دیگه قرصا مثل قبل اثر نکنه و شما مجبوری که بیشتر بخری، بیشتر مصرف کنی و نهایتاً این بیشتر مصرف کردن این سیکل معیوب ممکنه که خدای نکرده به مریضی و بیماری دچار بشه. راه حل بعدی توی صنعت لاغری جراحیه. از سوزوندن چربی‌ها و بریدنشون از داخل گرفته تا کوچیک کردن معده برای اینکه زودتر سیر بشیم و دست از سر غذا برداریم. خدا میدونه که همه این غذایا و همه این لاغریا هر کدومشون چه ضررها و بدیهایی رو به همراه داره. خب فهمیدیم که خیلی از ما انسان‌ها داریم توی زمین صنعت غذایی بازی میکنیم. توی این بازی چاق میشیم، حس بدی پیدا میکنیم، از خودمون بدمون میاد. متوجه میشیم که این ناراحتیه، این حس بده تقصیر صنعت غذاست. از دستش ناراحت میشیم، باهاش قهر میکنیم و میزنیم بیرون. همینجوری که داریم قدم زنان راهمون رو میریم و مسیرمون رو رد میشیم، یکی میاد میگه که چیه؟ چرا ناراحتی؟ ما موضوع براش میگیم. اونا میگه ناراحت نباش، بیا تو زمین من بازی کن، بیا ببرمت فلانجا، اونجا حضور پیدا کن، دوباره کلی پول خرج کن و اونجا کجاست؟ صنعت لاغری. صنعت لاغری رو میری تو دلشو خرج میکنی و لاغرم میشی. بعد مدت آره خوب لاغر شدی اما خسته شدی. فکر کن همینطوری که داری یه روز قدم میزنی از جلوی یه فست فودی با کلی رنگ و لعاب خوشگل
همینطوری که بوی همبرگر به مشامت میخوره داری رد میشی. تابستون باشه یه نوشیدنی خنک و خفن و شیرین اذیتت میکنه. زمستون باشه شکلاتی، نمیدونم قهوه داغی. صنعت غذا از اون بعد بای بای میکنه، میگه بیا آشتی کنی، بیا، و اینجوری خلاصه میری سمتش. از صنعت لاغری خداحافظی میکنی و باش دست تکون میدی، اونم دست تکون میده و میگه که میدونم برمیگردی. اینجوریه که خیلی از ماها بین این دوتا صنعت در حال پاسکاری شدنیم، مدام در حال پاسکاری شدنیم، یه بار این طرف یه بار اون طرف، و این سیکل تا آخر عمرمون ادامه پیدا میکنه. این ماجرا در کنار آلودگی هوا و فرسایش خاک و جنگ و همه اینا یک قسمتی از پازل نابودی انسان به دست خودشه. حالا سوال اساسی اینجاست، این بازی خوردن و این نابودی کی و کجا قرار درست بشه؟ چه کسی قراره اصلاحش بکنه؟ اصلا کسی بهش توجهی میکنه؟ آیا همین انسان که داره از درون خودشو میبلعه میتونه ورژن بیرونی خودش رو هم اصلاح بکنه یا نه؟ ممکنه شما بگید میتونه، ممکنه هم بگید نه. آیا میتونه این دو غول صنعت غذا و لاغری رو زمین بزنه تا خودش زمین نخوره؟ نمیدونم. انسان به تنهایی از پس مشکلاتش بر نمیاد. انسان به تنهایی از پس مشکلاتش بر نمیاد. کار ما به دست خدا درست میشه.